رضوی ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی. در مورد رضوی توضیحات کاملی قبلا داده شده در ویدیوهای گذشته، اما به این بسنده می‌کنیم که نام رضوی منسوب به رضا هست. احتمالاً ممکنه برگرده به امام رضا و به خاطر همین این گوشه در اسامی قدیمی دوران ساسانی یا دوران حتی اسلامی هم دیده نمیشه. به نظر میاد از دوره صفویه به بعد در موسیقی ایران وارد شده، اما از لحاظ حالت شبیه به مقام حسین و حسینی هست، چرا که در مقام حسین ما از مجنب تنینی، مجنب تنینی استفاده میکردیم. در اینجا هم اگر در شور ره بخوایم در نظر بگیریم، از ره تا میکرون مجنب، میکرون تا فا مجنب، فا تا سل تنینی، سل تا لاکرون مجنب، لاکرون تا سی بمول مجنب، سی بمول تا دو تنینی و دو تا ره تنینی هست. و در از شاهد رضوی که دو باشه بین دو فاصله تنینی قرار میگیره، همون که در مقام حسین هم به این شکل بوده. رضوی که در از در دانگ دوم شور قرار میگیره، چون دانگ اولمون ره میکرون فا سل هست و دانگ دوم سل لاکرون سی بمول دو، به قول استاد پایور میتونه در دانگ اول هم اجرا بشه با تاکید بر روی نوت سل. و همچنین استاد کسایی گفتن که روح الارواح به تناسب و تکنیک نوازنده میتونه یا خواننده در گوشه رضوی اجرا بشه. در این ردیف وسعت رضوی از ره تا می بمول هست که یک نهم کوچک رو شامل میشه و دانگ‌هایی که در این گوشه استفاده خواهد شد ره میکرون فا سل دانگ شور، سل لاکرون سی بمول دو دانگ شور و دانگ دشتی دو ره می بمول فا هست. کوکتار دو سل ره، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. دو سی دو لا سل لا سی لا سل فا سل لا سی دو سی لا سی دو سی دو سی سی دو دو سی دو سی لا دو سی سی لا سی دو سی دو دو سی دو دو سی دو دو رم سی دو دو لا سی سی دو 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 سی لا سی سی دو دو سی لا سی سی دو دو سی لا سی سی دو دو سی دو سی سی دو دو سی دو سی دو سی دو سی سی دو سی sol la si si do la si sol la si la sol fa sol do si le do si la do si si la si do re do si do si do si si do re si do si do si si do re si re re do re do re do re si do si si do re si si do la si la si do si la si do si la si do si la si si do do si do si do si re do re si do la si sol la si la si si la sol fa sol fa sol la si sol la do sol la do sol fa sol sol fa fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi sol fa re re fa mi fa sol sol fa sol sol fa sol sol la sol la sol sol la sol la sol fa fa mi fa sol sol fa sol fa fa sol fa mi fa sol la sol fa 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 la sol fa fa sol fa mi
رضوی که حالت یک ابوعطایی رو داره که ما در سلمک در اصل اجرا میکنیم، در شور دوم اجراش میکنیم. محوریتش با نوت دو هست، دو سی دو دو، راست تکریز دو رو معرفی میکنه و چون دو اینجا زود معرفی شده یک حرکت برگشت به عقب و دوباره اومدن به سمت دو رو مثل خیلی از گوشه هایی که ما یک درجه جدید رو معرفی میکنیم خواهد داشت. دو سی، اینجا دو رو ضربه میزنیم، سی ریزه، دو سی لا سول، راست چپ تحریر عدله که به صورت نشیب و فراز میخواد خودش رو نشون بده. لا سی لا سول فا، راست چپ فا تو سیم ضرب میخوره، بعد میگیم پایین سول، لا سی دو سی لا، راست چپ انگشت اول رو سی دو اشاره به ر داره، اینجا شبیه تحریر ابوعطاست. سی دو راست چپ سی دو. شعر حافظ بر روی فرم کرشمه خواهد بود. انگشت سوم رو دو هست، دو سی لا، چنین که صومع آلو مفاعلون فعلاتون، دو سی لا سی دو. به دو را با دقت داشته باشیم. ده شد به خون دلم. حالا تحریرش با فرم نغمه میاد، نغمه مخالف. سی دو روی دو پژواک داریم و بعد تکریز سی دو اینجا سی یک میاد جلو، سی دو رم دوباره از سی فرم نغمه، سی دو دوباره تحریر فراز یه پله عقب‌تر، لا سی دو. بعد تحریر نشیب و فراز به این شکل خودشو نشون میده، دو سی لا، این همه راست چپن، سی دو سی لا، سی دو سی لا، سی بعد میگه دو سی دور. اینجا شبیه تحریر زیرافکن خواهد بود، دو سی دو راست چپ سی روز سیل، اشاره به لاکورون داریم. بعد از سول میخوایم یک تحریر فراز و نشیب داشته باشیم، سول لا سی دو سی سول، انگشت اول میاد رو لاکورون، لا سی لا سول فا سول. اینجا تریل داریم، لا سی لا سول فا سول، روی سی به دو تریل داریم، همه راست هستن، تحریر ابوعطاست. دوباره با فرم کرشمه شعر رو تکرار میکنیم، دو سی لا، دو سی لا سی دو. حالا مصرع دوم، دو سی، یه انگشت دوم میره رو دو سی دو. تحریر جوادخانی شروع میشه که منسوب هست به جوادخان قزوینی. دو سی دو ره سی که تریل هم داریم روی دو، تکرار میشه، دو سی دو ره سی. حالا میره یه پله بالاتر از ره میره دو اشاره از ره به می به مول هست، یه پله میره در عقب‌تر خلاصه ترش میکنه، دو سی دو رم. اینجا دو انگشت اول اومد چون ره میخوایم اشاره به می بدیم، رم سی و دوم میاد روی سی لا سی لا سی لا. تحریر فراز حالا لا سی دو، مثل انتهای قسمت نغمه بود که راست چپ راست. حالا تحریر شلالی، دو سی دو راب چپ، ره زیرو لا سی لا با دو راب چپ و آخری دو راب چپ ریز هست. انگشت اول میره رو لا که ما رو فرود بیاره به سمت سلمک، لا سی لا سول فا سول با تحریر ابوعطا، راست چپ راست. در اینجا تحریر دلکش یا تحریر سلمک رو اجرا میکنیم، فا سول راست چپ راست لا تریل داره، سول لا سول
میبرم از فا فا سول 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 تریل راست اشاره به عقب و بعد روی فا فاس فا می فا می فا می فا می سول فا ری ره. با تحریر عرا ادامه خواهیم داد. فا می فا سول سول فا سول سول فا. انگشت اول میره روی سول، تحریر اباعت ها رو داریم. سول سول لاس لا سول لا سول سول لا. تحریر چکاوک حالا سول لاس لا سول فا. اشاره به سی داره راست راست چپ راست و بعد با تحریر اباعت ها میگیم فا می فا سول سول فا سول فا فا سول. در پایان گوشه ها اکثرا در شور این تحریر رو داشتیم. راست چپ انگشت اول میره رو فا فا سول سول راست راست چپ فا سول فا فا سول فا میر. اینو میتونیم با یه تگ بریم رو می و بعد بیایم روی ره و بعد لا رو به کار میکنیم، یعنی دانگ دشتی سول لا به کار. سی بمول دور هم استفاده میکنیم. فا سول لا سول فا 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 فا